Herkese merhabalar. Ve Assalamu alaikum dostlar aziz. Dar این ویدیو میخوام که آموزش زبان ترکی رو ادامه دهیم. Geri döndüm. Kaldığımız yerden devam. Devam ki. Devam ki. خب دوستان عزیز ما 3 درس زبان ترکی گذاشتیم. با سببی که سیاحت داشتیم، کار داشتیم، بعضا وقت شرط شرایط برای گرفتن نوار یعنی برای گرفتن درس ناموافق بود. از همین خاطر دوام دادن نتوانستیم، از درس سوم استاپ کردیم. برای شخصانی که بار اول است با آموزش زبان ترکی شروع میکنید یا که بار اول است در کانال هستید ویدیوی ما رو دیده اید و من شما توصیه میدم که در کانال پلیلیست هست، پلیلیست درس های ترکی. در اونجا هر 3 درسی که ما گذاشتیم دسترس کرده میتوانید. دوستان عزیز به همه شما درس رو توصیه میدم. سببش درس یکم مخصوصا درس الفبet است که در اونجا شما میتوانید خوب با الفبای ترکی شناس شوید، با حرفهای ترکی شناس شوید. این به شما کمک میدهد که حرفهای ترکی را شناسید، کلمه ها را خوانده توانید و جمله ساخته توانید. درس دوم و سوم ما باشد یک چند قاعده گراماتیکی را که آموزاندیم یعنی نشان دادیم. این خیلی مهم است. سببش بسیاری حالات در بسیاری حالات اون قاعده ها وا میخورد. قریب که در همه حالات و در همه جمله ها اون قاعده ها دیده میشود. دوستان عزیز باز در درس گذشته ما درباره اشاره جانشینی گفته بودیم که این درس ما موضوع درس ما جانشینی سوالی میشود. این نام درس 4 ما جانشینی سوالی است. خب پیش از اون که به موضوع شروع کنم من میخوام که درباره اشاره جانشینی باز کمی وسیع‌تر به شما فهمونم. شاید که بسیاری از شما نفهمیده باشید یا که شاید از خاطر برآورده باشید، یک بار دیگه خاطر رسان میکنم. خب دوستان عزیز پیش از اون که با درس شروع کنم از همه شما خواهش میکنم که ویدیو رو با کچ صدای بلند مانده تماشا کنید. سببش بعضا وقت اگر ما یگام چیز یگام کلمه یگام لغت می نویسیم یگام حرف رو شاید که خیره نشان میدهد همون حرف رو خوانده نمیتوانید، کلمه رو خوانده نمیتوانید. از همین خاطر از همه شما احترام خواهش میکنم که ویدیو رو با کچ صدای بلند مانده تماشا کنید. خب دوستان عزیز در زبان ترکی 3 تا اشاره جانشین است که یکمش این بو، دویمش شو، سومش او. خیلی آسان است دوستان عزیز. حاضر این رو یک بار دیگر میفهمونیم. بو دوستان عزیز این اتو یعنی این گفته در نظر دارد. مثلا این بو تخته، بو تخته یا اینکه بو دوار، بو دوار، بو دوار. و این کلمه اشاره جانشین بو همون چیزی که در نزدیک ما قرار دارد. وقتی که با همون چیز اشاره کرده درباره همون گپ زده میشیم همین اشاره جانشین بو رو استفاده میبریم. هنگامی که اشیای و یگام چیز از ما دور است، کمی دور است، کمی دور باشد آن وقت شو استفاده بوده میشود. این خیال میگیریم مثلا میگیریم که شو کلم یا که شو ماسا همین استو، شو ماسا، شو کتاب همین کتاب. این هم ترجمه اش یک هست اما با معنای فرق کننده میآید. معنایش دیگه است. شو یعنی اینه که کمی از ما دورتر است. او هنگامی که این او در وقت استفاده بوده میشود که پردمت یا اشیا از ما خیلی دور است، خیلی دور است. او بنیم بابام اگر که درباره برادر خود گپ زده باشد در خانه نیست، در نزدتان نیست، او بنیم ابیم چوب گوشلو اشیا یا اینکه همون پردمت از شما دور است. دوستان عزیز اینها رو که ما گذاشتیم بیایید درباره اینها یک چند مثال میاریم فهم شد. مثلا ما گرفتیم بو دیوار در نزد ما هست، دست ما رسیده میتواند. بو دوار، بو دوار چوب کلان یعنی دوار دیوار میشود چوب بسیار کلان غوث.
باز اگر که قوس رو گفتی باریک چی می شود؟ گفتنی شود باریک اینجه اینجه. باز دوستان عزیز این رو با انگلیسی اینس نخونید یا که اینک نخونید. این اینجه است. اینه جه اینجه. Bu duvar çok ince. این دیوار خیلی باریک است. یا که bu duvar çok kalın. این دیوار خیلی قوس است. بیایید دوستان عزیز در همین اشاره جانشین شو مثال میاریم. شو adam اینج شو adam iyidir. در اینجا دوستان عزیز iyi istiyoda buradayım. Agar ki این رو ترجمه شو adam iyidir. شو adam iyidir. این مرد یعنی که این آدم خوب است. یعنی که با جای آدم دیگر چیز را می‌سازد. burada می‌توانیم شو کز یعنی شو دختر می‌شود. یعنی که شو کدی پیشک می‌شود. خیلی بسیار استفاده بوده این کلمه. شو آدم iyidir. اگر که iyi خوب باشد بعد چی می‌شود گفته می‌شود؟ بعد kötü. kötü yani bad. iyi خوب. Böyle دوستان از با اشاره جانشینی او مثال می‌بریم. او دیدم O giden kız benim sevgilim. خوب. Giden raftagi. Mesela misal vardem ki yakas meoyat, yakas gel merhaba. Boz şahs şumadagi mepusat ki u ki bu. Baz şuma meguyat ki o giden kız benim sevgilim. On meşahat ki u az şuma mepusat ki o giden kız kimdi? Kimdir o giden kız? Tasavvur eder. O giden kız benim sevgilim. Yani ki bacı sevgilim benim arkadaşım. Arkadaş bu son aziz dost meşavat, dost rafik. O giden kız benim arkadaşım. Agar در اینجا میتونه گذار ettik kız arkadaşım. Yani o giden kız benim kız arkadaşım. Yani در اینجا batuşki dostlukta. O giden raftagi kız doktor benim asman. On doktori raftagi dostlukta imanız. Kelime sevgilim. این کلمه رو بسیار در صورتان در کلیپ ها میبینید. همه میدونند با فکرم ترجمه کردن شرط نیست. هم که دوستان عزیز اینها بودن اشاره جانشینو. اگر که با موضوع درس امروزه یعنی درس چهارم گذشتن شویم یعنی که نامش جانشینوی سوالی بود. جانشینوی سوالی رو خیلی ترتیب میدیم. جانشینوی سوالی دو تا میشود. Yapımaş kim? Ne? خب دوستان عزیز باز غیر این کیم و نه باز دیگر سوال ها هستن nedir, kimdir یا اینکه nerede, hangi اون با دیگر طرز سوال ها داخل می شود. این تنها جانشین هست. جانشین های سوالی kim, کی, ne, چی. Kim ne, ki çi. Kimler neler, kiha çiha. Agar ki bayin این هر دو رو جمع کردن مثال آوردن شوه میگیم که میگوید شما با یک از جمع کرده استودایید یک دوست شما میگوید که اومده میگوید که بو کیم این کیست گفته از شما میپرسد بو کیم باز
با همین اشاره‌جانشینی بو میتواند سوالیت که بونه یا قدر кино هم نگاه خوردن حتی ممکنه اگر кино رو با زبان оригинал خودش تماشا کنید این جمله خیلی بسیاری بوده میشود این هم بو کیم بونه یا شده میبرم کیم نه بونه یعنی که شو کیم شو آدم کیم او گیدن آدم کیمده او گیدن آدم کیم همچنین اینها هستند دوستان عزیز جانشین‌های سوالی کیم نه دوستان عزیز در شکل وسیع با همین کلمه ها یعنی هم با اشاره جانشین ها هم با جانشین های سوالی مثال می‌آوریم. خب دوستان عزیز ما حاضر مثال های می‌آوریم که همین اشاره جانشین های بو شو او و اینچنین جانشین های سوالی کیم نه در آنجا باشد همخیلی بو در اینجا دوستان عزیز کمی جمله مشکل شد کمی جمله دراز شد اما من حرکت میکنم که هر دفعه کلمه های نوتر رو استفاده برم. در اینجا دوستان عزیز با فکرم کلمه که ناشناس هست همین کلمه алчак است چون بو رو علاقه میدونید دیده رو شاید ندونید اما شناس هست فکر میکنم آدم بینیم خب میدونید دوستم خب این کلمه را اول ترجمه میکنیم ترجمهش алчак این پست میشود алчак یعنی پست بو алчак دیدین آدم بینیم دوستم یعنی بو این алчак پست دیدین گفتگی یعنی که بلحجه میگویم که گفتگیت آدم بینیم از من دوستم یعنی در اینجا اگر این جمله رو ترجمه کنیم این آدم پست گفتگیت جورای من اگر بلحجه میگویم میگویم که در زبان این لحجگی ترجمهش آسان میشود بو алчак دیدین آدم بینیم دوستم این آدم پست گفتگیت دوستی من است. خب جمله دیگر میاریم با شو. خب دوستان عزیز شو خب در اینجا دوستان عزیز فکر میکنم که این جمله خیلی آسان است. شو این کızı دختر رو sevmek خب همه میدونند sevmek چی است sevmedim همین دختر رو ناز ندیدم یعنی بعضی وقت میشود که یک دختر رو میبینید رفتارش غلط است و میگوید که همین دختر نفرده است. در اینجا میتوانید همین جمله رو استفاده کنید شو kızı sevmedim. خب دوام میدیم اون او در اینجا دوستان عزیز کلمه که نو هست دی. خب این یک قاعده دیگر دارد انشاءالله که در درس های دیگر هم میفهمونیم این شکل این کاری جمله است دی. در اینجا با معنای دی نیست اومده ایستاده است. او kimsiz değil او به صاحب نیست در همین معنا میآید. اگر که kimsiz رو خودش رو ترجمه کنیم به کس میشود اما در اینجا با معنای به صاحب هم فهمیده میشود. باز هست کلمه صاحبسیز صاحب
сиз. Ҳамин ҳардуяшро истифода метавонед, аммо ҳардуяш маънояш фикр мекунам ки як аст. Об кимсиз дейл. боз дар инҷо дӯстони азиз боз як гӯем ки исключениям дорад. ҳамин кимсизи гуфтагиамон дар баъзе ҳолатҳо кимсиз мегӯянд, дар баъзе дигараш кимсесиз. Кимсесиз. О кимсесиз дейл ёки о кимсиз дейл. О саҳибсиз дейл. ҳамаш ба маънои ҳамин. ӯ бесоҳиб нест. омада истодааст. خب دوستان از ما جمله با سوال های kim benim çantamı çaldı? Yani müşkil taraz. Kim ki benim azman. در اینجا دوستان عزیز با صوب اشارت میکنم کلمه nav. Çanta. Çanta do'stlar aziz, çanta in ya'ni juzdon, sumka. Çantamı, sumkamro çaldı. Danjo fe'l ast, çalmak. Çalmak, duzdidan. Kim benim çantamı çaldı? Fikr mekunam ki tarjumash allakay taxmin karde. Ki sumkay maro duzdid. Ki sumkay maro duzdid. Danjo yak kas agar xesta gӯяд ки kimse çalmadı. Kimse çalmadı. Veya in kimse çalmadı. Kase naduzdida ast. Yani ki hiç kas naduzdid. Kimse çalmadı. Hiç kas naduzdida. Данҷо боз ҷоншини саволи не. Не алдим бана. Не чи? Данҷо феъл аст. Феъли almak. Almak yani giriftan. Ne aldın bana? Biliyorsun aziz, çalmak ve almak xelo monand ast, faqat harfi ç اینا رو فرق میکنن. اگر که دوستان عزیز در همینجا kim benim çantamı çaldı harfi ç juda şavad. Kim benim çantamı aldı. Danjo cümle ham دیگه میشود. Danjo اگر با ç çaldı istifaده barem ba ma'noи duzdidan meoyad. Danjo agar kim benim çantamı aldı, sumkay maro ki girift. Ki girift. Danjo girift. Dovat namekунем girift megem. Chera xat mezanim. Agar dar hamjo ham chera xat zanim. Kimse almadı. Kimse almadı. Hech kas nagirift. Hech kas nagiriftan. Ne aldın bana? Ne aldın bana? Almak giriftan. Bana, baman. Mada chi girifti? Mada chi girifti? Baman chi girifti? Боз як ҷумлаи дигар аст ки хело бисёр истифода мебаранд. Одамои бепарво бисёр истифода мебаранд. Банане, банане, банане. Банане. Ино ҷудо аст. Банане. Мада чи? Баман чи? تا ترجمه میکنیم دوستان عزیز. خب اینها بودن دوستان عزیز یکچند مثال ها. امیدوارم که کمی هم باشد یکم چیز فهمیدید از مثال ها. هیچ نباشد یکچند کلمه های نو یاد گرفتید. اگر که یک کلمه هم یاد گرفته باشید از همین یک درس خیلی خرسندم.